به چه خانومی، چه حجابی، چه نجابتی. ماشاءالله بارک الله. حجاب چقدر بهش میاد ماشاءالله. حجاب بهت مصولی شده قشنگا. شما اگه میخواید مثل دختره امروزی ترشیده نشی باید آسیبی سنگین باشی، رنگین باشی. درست میگم خانم عسکری؟ درست میگم دیگه؟ درسته؟ خود من اولین مراحل من برای ازدواج، برای تشکیل خانواده چیه؟ شما سر شکل مناسبی داشته باشی مثل شما باشی. مردم واسه دل نازک. دوباره یه نگاه تو آینه بنداز، قیافتو ببین. بعد واسه من معیار ملاک ازدواج ردیف کن. قیافه من مگه چشه باشه بالاشر؟ با مامور قانونی که بتونه نکن. ما میدونم دیگه ایراد شما، مشکل شما با این خالخاله روی صورت منه، ولی اینا همش با عمل جراحی درست میشه. یه خواننده ای هست اون ور، شما برو ببین، مایکل جکسون. این سیاه پوست بود، با عمل جراحی الان سفید پوست شده. شما برو نگاه کن. قیافه مهم نیست که، قیافه نقش روی دیواره. مهم هنره، مهم جوهره. هم آرایشگرم، هم سربازم، هم خوانندم، هم مردم دارم. به سلام علیکی که با هم دیگه داریم. اگه به خاطر گل روی پدر شما نبود